در ما مثلی هست که میگوید گاو بیشیر آوازی بلند دارد و انسان نیز هر چی باطناً خالی تر باشد آوازش بلندتر می شود. آن که به خود باور دارد نیاز نمی بیند که پیوسته باوری خود را به دیگران اثبات کند. کسی که دارا است، ثروت دارد، نیاز ندارد که دیگران را باور کناند که ثروتمند است. کسی که خوشبخت است نمی ایستد رو به آینه تا به خود بگوید من خوشبختم. آن که زیباست اعلام نمی کند به من نگرید زیباییم را بینید. تو یا هستی یا نیستی. اگر پیوسته میخواهی آرزویت را نشان دهی و یا به دیگران بارها اثبات کنی که چه خیل انسان هستی، پس شاید در اصل دارای آن صفتها نیستی. خاموشی و آرامی درون را ظاهر میکند. کسی که هست به آوازه هم حضور دارد. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.